کشاورزی فقط کاشتن دانه در خاک نیست، بلکه کاشتن امیدی در دل است. هر جوانه‌ای که سر از خاک بیرون می آورد نشانی از صبر، عشق و دستهای زحمت کشی است که به زندگی معنا می بخشند. لمس خاک و بوی آب، اینها معجزه های طبیعتند که روح را آرام می کند و به کشاورز یادآوری می کند که زندگی همچون یک گیاه نیاز به توجه، صبر و مراقبت دارد تا شکوفا شود. کشاورزی فقط کاشتن دانه در خاک نیست، بلکه کاشتن امیدی در دل است. هر جوانه‌ای که سر از خاک بیرون می آورد نشانی از صبر، عشق و دستهای زحمت کشی است که به زندگی معنا می بخشند. لمس خاک و بوی آب، اینها معجزه های طبیعتند که روح را آرام می کند و به کشاورز یادآوری می کند که زندگی همچون یک گیاه نیاز